یک برادر سوال داده است حکومت مردم را جدا میکند با خائن سلفی و دیگر نامها. مخالفین هم این کار را میکنند، به نام چاپلوس و دیگر گروه به نام اسلام تکفیر میکنند و این کار تا کجا میبرد ملت را؟ و آیا بعدا متحد کردن چاپلوسان، خائنان و تکفیری ها امکان پذیر می شود؟ یعنی متحد کردن آسان می شود؟ خب این برادر بسیار یک سوال مهم را داده است، اگرچه کلمه ها و واژه های گوناگون را استفاده کرده است که یک کمی فهمیدن محتوای سوال دشوار می شود، اما هدفش این است که در تاجیکستان امروز همه شهروندان به گروه ها تقسیم شدند و این کار را یک قسمش رو حکومت کرده ایستاده است، یک قسم دیگر رو مخالفین و یک قسم دیگر رو باز گروه، حرکت ها و شخصیت های دیگر میکنند و معروف ترین نام ها یا لقب ها یا عنوان ها به این قشرهای اهالی، این خائن، وطن فروش، تروریست، اکستریمیست، حالا خواجگان خارجی و سلفی، اخوانی، نهضتی، تبلیغی و چاپلوس یا نمیدونم به هر نام، یعنی ملت تقسیم شده است و متاسفانه این روند را، این گونه نامگذاری و تقسیم کردن ملت به گروه ها را خود حکومت جمهوری تاجیکستان شروع کرد چندین سالها پیش، از روزهای اولی به سر قدرت آمدنشان، و این روند در سالهای گفت و شنید و مراسای ملی یا مصالحه ملی کمی کمتر شد. باز بعد از حادثه‌های بعد از این سالهای 2012 و 2013 بخصوص بعد از پروتکل 3220، بعد از آن که پرزیدنت درک کرد که انتخابات ها را باخته ایستاده است، محبوبیت اپوزیسیون بیشتر می شود، باز شروع کردن به تقسیم کردن ملت به خائن و به خودی و بیگانه، به سلفی، به نهضتی و غیره و هاکذا. و سوال برادرم همین است که آیا وقتی که این جامعه را به این گروه ها جدا کردن در آینده می توانیم باز ما این ملت پراکنده را که همه یکدیگر را خائن و چاپلوس و وطن فروش و دشمن و خودی و بیگانه می داند سر یک میز جمع کنیم، همه برادر باشند، همه با هم هموطن باشند و همه همدیگر را تاجیکستانی، هموطن، برادر، خواهر بشناسند؟ بسیار کار دشوار خواهد بود، زیرا این فلسفه محلگرایی، جدا کردن به دوست و دشمن و به خودی و بیگانه رو حکومت در نتیجه این فعالیت‌های زیاد و سالهای طولانی جزئی فرهنگ ملی، فرهنگ سیاسی ما کرده است و جزئی زندگی همه روزه است. شما اگر به شبکه‌های اجتماعی نگاه کنید، کامنت ها رو بخوانید یا به رسانه‌های چی حکومتی چی اپوزیسیونی ببینید، یکدیگر را خائن، خواجگان خارجی یا وطن فروش، دیگران چاپلوس حکومت، بوزی امنیتی، معذرت میخواهم که یک تهمتی هم نسبتی هم یک حیوان خوب هست، و با نام‌های گوناگون نامگذاری کردن و چنانکه که پیشتر هم گفتم متاسفانه این فرهنگ رو، این روند رو خود حکومت شروع کرد. بیهوده نمیگویم که یک روایت هم هست که الناس علی دین ملوکهم، یعنی مردم در دین یا در آیین حاکمانشان هستند. حاکمیت چی آیینی را، چی دینی را، چی فرهنگی را در جامعه جاری کردن بخواهد، اون عملی می شود. امروز اگر جامعه ما پراکنده است، جدا شده است به خودی و بیگانه، به دوست و دشمن، به کلاوی و بدخشانی و غرمی و خوجندی یا دوشنبگی یا به خائن و چاپلوس و نامهای گوناگون، بدانید که این وضعیتی که در داخل کشور در بین ملت هست، قبل از آن که به بین مردم وارد شود، اول در مغز سرهای حکومتداران با وجود آمد، شکل گرفت. وقتی که در مغز سر یک حاکمیت هست، این وجود دارد، آهسته آهسته اون به زبانش جاری می شود. در زبان اون که جاری شد به وزیر میگذارد، از وزیر به رئیس ولایت، از رئیس ولایت به رئیس ناحیه و بعد به دانشگاه ها، به دانشجویان، به پلیس، به کارمند امنیت، و این پهن می شود در تمام بدنه ملت و این تاثیر میکند به اپوزیسیون هم. یعنی اپوزیسیون هم جزء جامعه هست و همون فرهنگ عمومی ملت و دولت که حاکمیت اون را با وجود آورد به اپوزیسیون هم سرایت میکند. ما هر چقدر تلاش کنیم که بهتر باشه، ما هر چقدر تلاش کنیم که پیش روی این کاری
بعد رو در بین اپوزیسیا بگیریم از دست همون کار زیاد نمی آید، برای آنکه اولش اینکه یکم نه همه از ما اطاعت میکنند و ما هم مکانیزم یا ریچگ‌های قوی پیش روی مردم گرفتن نداریم. این نیست مثل حکومت جمهوری تاجیکستان که بگوید که سپارش بدهد که در تلویزیون این گپ ها گفته نشود، گفته نمی شود. اگر بیاد که در رسانه‌های حکومتی یا حتی در رسانه‌های غیر حکومتی داخل کشور ممنوع کنند استفاده این کلمه‌های خائن و وطن فروش و دشمنان ملت اینها را، گفته نمی شود، هیچ کس جرئت نمی کند. اما در طرف ما دشوار است، برای که ما نه جزا داده میتوانیم نه کسی رو پیش راهش رو گرفته میتونیم، فقط توصیه میکنیم، فقط خواهش میکنیم، بعضی میگیرن بعضی دیگر نمیگیرن. نکته دوم این است که وقتی که ما حتی توصیه میکنیم به دوستانی که گپ‌های ما را میگیرن، میگیم که خب اگر حکومت این کار را کرد، این تفریق اندازی را میکند، این فرهنگ سیاسی اونها است، ما و شما حداقل این را نکنیم. اینا سوال میدن که اگر چرا حکومت میکند راضی قبول، همه خاموش میپذیرن، خاموش میستن و ما در جواب این کار را نکنیم، از خودمان دفاع نکنیم. به اصطلاح عربی عملی به مثل، یعنی جوابی مانند ندهیم. اونا از سال 2010 شروع کردن برای این تحقیر ملاها و دین اسلام و نوار ثبت کردن در تلویزیون حکومتی، نوارها پخش کردن، در مسجدها سیدی کردن، بردن دادن و خواستند رقیبان خود را آبروریزی کنند. امروز همون مشکلی گریبان خودشون را گرفته است. امروز دست مردم باز شد، یوتیوب امکانیت میدهد، اینترنت امکانیت میدهد و مردمان شروع کردن با استفاده از همون اسلوبی که حکومتداران علیه مردم، علیه دیندارها، علیه اپوزیسیا استفاده کردن، همون اسلوب امروز متاسفانه باز هم علیه خود حکومت استفاده شده است و این همون قانون بومرنگ هست. یک کاری را که حکومتداران کردن اون دیگر برگشت به خود حکومتداران. ولی خواهش ما چی است؟ توصیه ما چی است؟ چون که برادرم سوال داده است، سوال خیلی مهم است که اکنون این ملت پراکنده و تقسیم شده را به گروه‌های گوناگون که همه این نام و لقب‌های تحقیرآمیز چگونه ما متحد میکنیم؟ آیا امکان دارد؟ بله امکان دارد. کار دشوار است اما امکان پذیر. حکومت بعدی انشاءالله وقتی که از روز اول شروع کرد همه تاجیکستانی ها را شهروند کشور دانست، به خودی و بیگانه تقسیم نکرد، به خائن و به چاپلوس و به وطن فروش و مزدور تقسیم نکرد، به سلفی و حنفی و دیگرها، این آیسته آیسته تبدیل می شود به یک فرهنگ عمومی و هر کسی که این حرفا را به زبان آورد شر میکند، از خودش، از همسایه‌اش، از جامعه شر میکند. امروز هیچ کس از کسی دیگر شر نمیکند. حتی برای اپوزیسیا را خائن و وطن فروش نامیدن باز جایزه هم میگیرن، معاش هم میگیرن و شاید طرفدار اپوزیسیا هم اگر کسی را که چاپلوس بگیرند و آدم حکومت و فروخته شده حکومت، باز طرفدار اپوزیسیا هم قرصک بزنن که بارک الله خودت مبارزه برده ایستاده. اما ما باید فرهنگ جامعه را طرز بسازیم که وقتی که یک نفر انسان دیگر را تحقیر میکند با هر نامی که باشد، اکستریمیست میگد، تروریست میگد، مزدور میگد، چاپلوس میگد، خائن میگد، او باید شرم کند از جامعه، چون که درک کند که جامعه این را نمیپذیرد و این یک تحقیر است. انشاءالله برادر عزیز امروز این شدنی هست، دیر نیست، اما ما و شما باید قبل از آن که به این روز برسیم باید که زمینه‌اش را آماده کنیم. زمینه را آماده کردن اون نفرانی که ملت را تقسیم کردن به سلفی و حنفی و خودی و بیگانه، این نفران باید از قدرت بیروند، یک انسان‌های سالم بیان که همه تاجیکستانی ها را شهروند تاجیکستان میدانند و احترام میکنند. انشاءالله اون وقت دیگر ملت باز از نو متحد خواهد شد و همگان برادر و خواهر و هموطن و همشهری خواهند بود. تشکر زیاد برادر عزیز.